تا حالا به این فکر کردی که زمان اصلاً چیه؟ یه خط صاف که همه داریم توش جلو میریم یا یه راز پیچیده که هنوز نفهمیدیم چطوری کار میکنه؟ دانشمندا میگن شاید بشه این خط زمانی رو خم کرد یا پیچ داد یا حتی ازش رد شد. آیا سفر در زمان ممکنه؟ آیا ما میتونیم به گذشته برگردیم یا کلاً بریم به آینده؟ امروز با هم میخوایم بفهمیم که چقدر به این رویا نزدیکیم. آماده اید؟ چون چیزی که قراره بشنوید هم شما رو شگفت زده میکنه هم به فکر فرو میبره. بیاید یکم با هم عمیق‌تر به مفهوم سفر در زمان فکر کنیم. اصلاً این زمان چیه که بخوایم توش سفر کنیم؟ یه لحظه به زندگی روزمره‌مون فکر کنید. ما همیشه داریم توی مسیر مستقیم توی زمان حرکت میکنیم. گذشته پشت سرمونه، آینده جلو رومون و حالا هم همین لحظه‌ای که الان توش هستیم. اما دانشمندا میگن داستان زمان خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. حالا بیاین با هم یه مفهوم خیلی مهم رو شروع کنیم. فضا و زمان. انیشتین این نابغه‌ای که همه اسمشو شنیدیم گفت که جهان فقط یه فضای سه‌بعدی ساده نیست. طول، عرض و ارتفاع ماجرای کامل نیست. یه بعد دیگه هم داریم به اسم زمان و این زمان با اون 3 تا بعد دیگه یه جورایی قاطی شده و چیزی به وجود آورده به اسم فضا و زمان. بذارید یه مثال ساده بزنم. فرض کنید دارید روی یه تشک فنری راه میرین. هر جا که پاتون رو بذارید اونجا فرو میره. حالا این تشک رو تصور کنید که یه جورایی شبیه یه پارچه فضا و زمانه. هر چیزی که وزن داره، مثلا یه سیاره یا حتی بدن خودمون، روی این پارچه فشار میاره و باعث میشه که خم بشه. خب این خم شدن باعث میشه که مسیر زمان هم تغییر کنه. اینجا یه نکته جالبی هم وجود داره. وقتی که شما خیلی سریع حرکت کنید، مثلا نزدیک به سرعت نور، این خمیدگی بیشتر و بیشتر میشه و زمان برای شما کندتر میگذره. بله، زمان کند میشه. این همون چیزیه که انیشتین بهش میگفت اتساع زمان. یعنی برای کسی که توی سفینه با سرعت نزدیک به نور حرکت میکنه شاید فقط چند ساعت گذشته باشه، اما وقتی برگرده روی زمین ممکنه سالها گذشته باشه. بذارید یکم ساده تر بگم. فرض کنید که شما سوار یه قطاری شدید که با سرعت نور حرکت میکنه. توی قطار ساعت شما به کندی تیک تاک میکنه، اما بیرون قطار ساعت‌های روی زمین دارن با سرعت عادی پیش میرن. این یعنی وقتی که شما از قطار پیاده بشید ممکنه همه چیز تغییر کرده باشه. آدما پیر شده باشن یا حتی نسل‌های جدیدی از انسان‌ها به دنیا اومده باشن. حالا چطوری اینو ثابت کردن؟ توی همین دنیای واقعی ما دانشمندا اومدن ساعت‌های فوق‌العاده دقیق و رو هواپیماهایی که با سرعت زیاد حرکت می‌کردن گذاشتن و بعد با ساعت‌هایی که روی زمین قرار داشتن مقایسه کردن. نتیجه چی بود؟ ساعت‌های داخل هواپیما کمی عقب‌تر بودن. یعنی سفر تو زمان، حداقل به سمت آینده، ولی از نظر علمی اینا ممکنه. حالا سوال اینه، اگه بشه توی زمان به جلو حرکت کرد، آیا میشه برگردیم به گذشته؟ اینجاست که داستان خیلی پیچیده میشه. دانشمندا میگن از نظر تئوری شاید بشه، مثلا با چیزی به اسم کرمچاله‌ها. کرمچاله‌ها یه جور تونل فضایی هستن که میتونن 2 نقطه از فضا زمان رو به هم وصل کنن. شاید از یه طرفش وارد میشید و از طرف دیگه‌اش میاین بیرون. شاید هم حتی کلاً توی زمان دیگه بریم. اما مشکلی که هست اینه که هنوز کسی نتونسته یک کرمچاله‌ای واقعی رو پیدا کنه، چه برسه که بخواد ازش عبور کنه. و تازه اگه پیدا بشه چطوری باید ثابتش کنیم که ما رو له نمی‌کنه.
پس تا الان چی فهمیدیم؟ از نظر علمی سفر به آینده ممکنه و همین حالا توی ایستگاه فضایی بین‌المللی فضانوردا کمی کندتر پیر میشن چون سرعتشون بیشتر از ماست. اما سفر به گذشته هنوز یه معماست. شاید یه روزی با پیشرفت علم و فناوری بتونیم جواب این سوال رو پیدا کنیم، ولی تا اون موقع سفر در زمان چیزی بین علم و تخیله که خیلیا رو به خودش جذب میکنه. حالا میرسیم به یکی از هیجان انگیزترین بخشای این ماجرا، نظریه ها، یعنی چیزایی که دانشمندا، فیلسوف‌ها و حتی نویسنده‌های تخیلی درباره سفر در زمان گفتن. این قسمت هم علمیه، هم تخیلی و هم پر از چیزای عجیبه که ممکنه ذهنتو منفجر کنه. اولین نظریه‌ای که خیلیا درباره سفر در زمان روش دست گذاشتن مربوط به کرمچاله‌ها میشه. حالا این کرمچاله‌ها چیه؟ در موردش یه توضیح ساده بدم. فرض کنید که یه کاغذ داریم. حالا اگه بخواین از یه طرف کاغذ به یه طرف دیگه‌اش برین، باید کاغذ رو کامل طی کنین، درسته؟ حالا بیاین این کاغذ رو تا کنید طوری که دو طرفش به هم نزدیک بشه. حالا چی میشه؟ شما میتونید با یه سوراخ کوچولو از یه طرف به طرف دیگه برید بدون اینکه کل کاغذ رو طی کنین. این سوراخ توی فضا و زمان بهش میگن کرمچاله. حالا دانشمندا میگن اگه این کرمچاله ها واقعی باشن که هنوز هیچ مدرکی براش نداریم، شاید بشه ازشون برای سفر در زمان استفاده کرد. مثلا یه طرفش باشه سال 2025 و طرف دیگهش بره به زمان دایناسورها. اما مشکل اصلی کجاست؟ اول اینکه کسی نمیدونه چجوری میشه یک کرمچاله رو ساخت یا کلاً پیدا کرد. دوم اینکه اگه این کرمچاله ها واقعا پیدا بشه احتمالاً خیلی ناپایدارن و قبل از اینکه بتونید ازش رد بشید بسته میشن. یعنی عملاً ممکنه که شما توی زمان گم بشید. حالا اگه این تونل زمانی رو پیدا کنید، به گذشته برید، بعد چی؟ اینجاست که یه مشکل بزرگ پیش میاد به اسم پارادوکس پدر بزرگ. فرض کنید که شما توی زمان به عقب برمیگردین و به زمانی میرید که پدر بزرگتون هنوز جوونه. حالا اگه به یه دلیلی شما باعث بشین که اون هیچ وقت ازدواج نکنه یا کلاً مثلا زنده نمونه، چی میشه؟ شما دیگه به دنیا نمیاین، درسته؟ ولی اگه شما به دنیا نیایین، چجوری رفتید به گذشته که پدر بزرگتون رو از بین ببرید؟ دیدید که چقدر پیچیده شد؟ این پارادوکس نشون میده که سفر به گذشته از نظر منطقی یه سری مشکلات اساسی داره. البته بعضیا میگن که اگه برگردید به گذشته فقط یه نسخه موازی از اون زمان رو دارید میسازید، نه همون زمان اصلی رو. یعنی توی این دنیا شما به دنیا نمیایید ولی توی دنیای اصلی خودتون همه چیز سر جاشه. یکی دیگه از نظریه‌های جالب درباره سفر در زمان مربوط به جهان‌های موازیه. حالا این جهان‌های موازی یعنی چی؟ فرض کنید هر بار که شما یه تصمیم مهم میگیرید، دنیا دو شاخه میشه. توی یه شاخه شما اون تصمیم رو گرفتید، توی یه شاخه دیگه یه تصمیم دیگه. مثلا امروز اگه شما قهوه خوردید، یه دنیای موازی هست که توش چای خوردید. حالا وقتی که شما توی زمان سفر کنید و چیزی رو تغییر بدید، به یه دنیای جدید وارد میشید، نه اینکه دنیای اصلی رو تغییر بدید. اینطوری مشکلاتی مثل پارادوکس پدر بزرگم حل میشه. همه این نظریه ها پر از هیجانه، ولی سوال اصلی اینجاست: آیا بشر یه روز میتونه این نظریه ها رو عملی کنه؟ آیا سفر در زمان همونطور که الان فقط توی داستان ها و فیلم ها میبینیم یه روز به واقعیت تبدیل میشه، یا اینکه همیشه یه رویای دست نیافتنی باقی میمونه؟ یه چیزو همیشه یادتون باشه، علم همیشه از تخیل شروع شده. شاید چیزایی که الان فقط توی فیلم ها میبینیم 100 سال دیگه بخشی از زندگی عادیمون بشه.
شما چی فکر میکنید؟ اگه یه فرصت داشتین که توی زمان سفر کنید، دلتون میخواست برید به گذشته و چیزی رو تغییر بدید یا به آینده برید و ببینید که دنیا کلاً چه شکلی شده؟ حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. خب تا اینجا کلی درباره تئوری ها حرف زدیم، ولی حالا بیاییم واقع بینانه تر فکر کنیم. با پیشرفت علم و تکنولوژی آیا ممکنه یه روزی بتونیم زمان رو دستکاری کنیم؟ بیاد یه نگاهی به تحقیقات و پروژه هایی بندازیم که همین حالا هم دارن به این رویا نزدیک و نزدیکتر میشن. استیون هاوکینگ یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ خیلی درباره زمان و سفر درباره زمان تحقیق کرده بود. او میگفت از نظر تئوری سفر به آینده ممکنه. مثلا اگه یه سفینه با سرعت نزدیک به نور حرکت کنه، زمان برای مسافران اون سفینه کندتر میگذره. اما هاوکینگ معتقد بود که سفر به گذشته یه چالش بزرگه، چون باعث مشکلاتی مثل پارادوکس‌های زمانی میشه. هاوکینگ یه بار برای اثبات نظریه‌اش یه آزمایش جالب رو انجام میده. یه مهمونی برای مسافران زمان ترتیب میده. جالبه بدونید که هیچ کس توی این مهمونی شرکت نکرده بود. حالا چرا؟ چون اگه کسی از آینده میخواست که به گذشته برگرده، باید میومد، اما نیومد. هاوکینگ از این نتیجه گرفت که شاید سفر به گذشته واقعا غیر ممکنه. حالا بریم سراغ علم واقعی و دستاوردهایی که همین حالا داریم. دانشمندا توی ایستگاه فضایی بین‌المللی آزمایش‌های زیادی رو روی اتساع زمان انجام دادن. فضانوردهایی که مدت طولانی توی فضا بودن، وقتی به زمین برگشتن، ساعت‌های بدنشون کمی عقب‌تر از ساعت‌های روی زمین بود. این یه نوع سفر به آینده است، البته توی یه مقیاس خیلی کوچیک. حالا بیاین تصور کنیم که توی آینده بشر به تکنولوژی‌های خیلی پیشرفته دست پیدا کنه. چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ تصور کنید یه سفینه‌ای بسازیم که بتونه با سرعت نزدیک به نور حرکت کنه. توی این حالت شما میتونید توی یه سفر چند روزه سالها به آینده برید. مثلا 5 روز توی فضا باشین، ولی وقتی که برمیگردین روی زمین 50 سال گذشته باشه. گرانش میتونه روی زمان هم اثر بذاره. اگه یه دستگاهی بسازیم که بتونه یه میدان گرانشی خیلی قوی ایجاد کنه، شاید بشه زمان رو کندتر یا کلاً سریعتر کرد. این ایده شاید شبیه فیلم‌های علمی تخیلی به نظر برسه، ولی از نظر تئوری ممکنه. دانشمندا فکر میکنن که اگه بتونیم کرمچاله‌های پایدار بسازیم، شاید بشه ازشون برای سفر در زمان استفاده کرد. البته این فناوری خیلی جلوتر از زمان ماست، ولی ممکنه یه روزی به حقیقت تبدیل بشه. چیزایی مثل هواپیما، موبایل یا اینترنت یا حتی سفر به ما یه زمانی غیر ممکن به نظر می رسیدن، ولی حالا بخشی از زندگی عادی ما هستن. شاید یه روزی سفر در زمان هم همینطور باشه. حالا که این سفر هیجان انگیز رو توی دنیای سفر در زمان با هم رفتیم، یه چیز خیلی روشنه: زمان پر از راز و معماست. شاید هنوز اونقدر پیشرفته نشدیم که بتونیم ماشین زمان بسازیم یا از کرمچاله ها عبور کنیم، ولی یه چیز خیلی قطعیه: ما موجوداتی هستیم که همیشه دنبال کشف ناشناخته ها بودیم. فکرشو بکنی شاید 100 سال دیگه وقتی آیندگان به گذشته نگاه میکنن، ما رو مثل کسایی ببینن که اولین قدم ها رو برای سفر در زمان برداشتن. شاید یکی از شما که الان دارید این ویدیو رو میبینید یه روز دانشمندی بشه که این رویا رو به واقعیت تبدیل کنه. اما یه سوال بزرگ هنوز باقیه: اگه به شما اجازه بدم فقط یه بار توی زمان سفر کنید، به کجا میرید؟ گذشته یا آینده؟ یا شاید تصمیم بگیرید که اصلا این قدرت رو نداشته باشین چون نمیخواین چیز رو تغییر بدین. جواب این سوال شاید خیلی چیزا رو درباره شخصیت و رویاهای ما بگه. یادتون نره که هر روز زندگیمون یه جورایی شبیه سفر تو زمانه.
امروز یه زمانی گذشته‌ای بوده که براش رویا داشتیم و آینده دستاورد امروز ماست. پس شاید مهمترین چیزی که از این ماجرا یاد بگیریم این باشه که قدر همین لحظه رو بدونیم، چون همین لحظه واقعی ترین زمانی هست که توش هستیم.